یکی از مکان‌های دلربا و خوشباد و هوای کشور ناحیه خاولینگ است. خاولینگ در قسمت جنوب و غربی کشور جایگیر بوده، در مسافه 283 کیلومتر از مرکز جمهوری جایگیر است. خاولینگ با طبیعت دلپذیر و مفتون کننده و باد و هوای فورمش یکی از موضع‌های زیبا و ناتکرار و همچون منطقه استراحتی و سیاحی به شمار می رود. باد و هوا و اقلیم ناحیه که در گرمی‌ها سلقین و در سردی‌ها سرد و خنک است، آمدن بهار را مردمش چون آغاز فصل سال با آرزوهای شیرین و امیدهای رنگین پیشواز گرفته سیرهای بهاری و بزم‌های نوروزی می‌آرایند. نوروز یکی از جشن‌های قدیمی خلق تاجیک به شمار رفته در بین عیدهای سده، مهرگان و دیگر جشن‌ها موقع مخصوص خود را دارد و محض مقام بین‌المللی گرفتن نوروز عجم بی‌شبهه یکی از وظیفه‌های به شمار می‌رود که برای ملت تاجیک باعث فخر بزرگ است. آمدن بهار نیکفال و تمام مردم روح الهام تازه می‌بخشد، مخصوصاً به شاعران و نویسندگانی که وصف این سرزمین نازنین را می‌کنند الهام نوین بخشیده می‌سازد که آنها در وصف این ملت بسیار هم بزرگ و تاریخی شعرهای نو به نو ایجاد نمایند و نوروز تقاضای آن را می‌کنند که آدمان یکدلی، یکمرامی و صادق بودن خود را به نسبت به وطن و ملت احساس نمایند و درباره نوروز چنین گفتنی‌ام: ای نوبهار گلفشان، شاد آمدی، شاد آمدی، بر پاک مرز تاجیکان شاد آمدی، شاد آمدی، در شعرهای رودکی باشد هویدا حسن تو، الهام بخش شاعران شاد آمدی، شاد آمدی. وقتی که به دور می نگرم، وقتی که روز تا روز طبیعت ناحیه باستانی خاولینگ دگرگون می شود، آمدی بهار خجسته رو پی می بریم، از نسیم بهار نازنین نفس می گیریم، به اختیار مرغ الهام و پرواز می آید و خامه به دست می گیریم و می نیسیم. بهار خاولینگم نازنین است، نگار خاولینگم محجبین است، همه حسنش همه دنیای راز است، دینم عاشق به این بانوی ناز است و تموز کو سارش برف پوش است، زین رو قلب خاکش در خروش است. دری باغ دیارم را گشایی، وجودت عطرگون سازد الهی، و سوی چشم سارانش نظر کن، گل و سه برگه و ریحان دمیده، تو بار روی کوهسارش گذر کن، شکوهی از شفا آنجا ندیده. و دورادور رود پیکان چشمم، زیادتر عاشق و شیدا شود دل، و گفتیم مهربانو باورت نیست، بیا سوی چمن همراه محمل. واقعا هم دیاری خاولینگ که مرکزش در تهجای شهر قدیمی مونگ دامن پهن کرده است، از زمانهای پیش با تاریخ پرغناوت، طبیعتی دلفریب، هنرمندانی چیره دست، مردانی غیور و ادیبان و شاعران خوشگو و خوشبیانش مشهور است. خاولینگ باستانی دیاری شاعر سبز است. بسیار شاعران قلمکشان مشهور دارد. مثلا سیدعلی ولیزاده شاعر و حافظ خلق بود. خال اسلام چی گفتن؟ دیگر شاعران جمعه خان سیدعلی که در یک پاره کوهسار خاولینگ در بین یک جنگلزار استقلال انده که شعرهای خوب می‌نویسد و چی میگه؟ از شاعران نامدار ما افتخار داریم، از حافظان خوشخواه صوتی هزار. این قلمی همین جمعه خان سیدعلی. بعد شاعری بسیار هم اعضای اتفاق نویسندگان تاجیکستان یعقوب حکمت الله است. ای دیار نازنین و فیضبارم خاولینگ، ای مکان دلنشین دایم بهارم خاولینگ، من شدم مفتون کوه و چشم سارانت وطن، فخر می سازم به نامت ای دیارم خاولینگ.
چکم برقصای حسنی چمن برقصای کورتا چکم برقصای حسنی چمن برقصای حسنی چمن چی باشد حسنی چمن چی باشد زیبی وطن برقصای زیبی وطن برقصای زیبی وطن برقصای زیبی وطن برقصای حسنی چمن چی باشد حسنی چمن چی باشد زیبی وطن برقصای زیبی وطن برقصای زیبی وطن برقصای زیبی وطن برقصای حسنی چمن چی باشد حسنی چمن چی باشد زیبی وطن برقصای زیبی وطن برقصای زیبی وطن برقصای زیبی وطن برقصای نوروز عالم افروز با خنده گل آمد از شاخ گل چه شیوا آواز بلبل آمد آن نازنین برنا با خنده های زیبا گل های رنگارنگه در بند کاکل آمد گفتم به شاخ تر به چشم مهر نینگر گل کرده هر نهال یاد زی حاصل آمد ای جمعه خان بگفتم شعر بخوان به نوروز روی کاغذ آرم حرفی که از دل آمد بهار آمد زی عمرم باز یک سال دیگر بگذشت تمامی خوشی ها آهسته از پیش نظر بگذشت به مثل گوشت و ناخون همیشه با وطن بودم اگرچه نصف عمری بهترینم در سفر بگذشت زندگی دارم عزیزان در دیار خاولین می نهم پا بر سری هر چشمه سار خاولین چشمه ای دارم که بینی ذوق بر نوشش کنی در تگی هر شاخه چلچنار خاولین برآمد باد صبح و بوی نوروز به کام دوستان و بخت پیروز مبارک بادد این سال و همه سال همایون بادد این روز و همه روز چو آتش در درخت افکند گلنار مده بینگر مده آتش میفزار بهار خورم است ای گل کجایی که بینی بلبلان را ناله و سوز شعر و ترانه‌خوانی در فصل زیبای بهار و خصوص جشن نوروز از قدیم تا به امروز میان پیر و برنا رایج است. گلدختران زیبای ناحیه خاولین نیز با شعردانی و شعرخوانی خود از آمدن نوروز دلافروز به یکدیگر پیک بهاری میرسانند. ای جمال بحر و بر شاد آمدی ای بهار سبز و تر شاد آمدی تازه کاری هات را قربان شوم مثل هر صاحب هنر شاد آمدی در دلم کردی نظر با چشم گل گل جمال و گل نظر
شاد آمدی. از قدمهایت دلم گل می کند، ای عروس رهگذر شاد آمدی. در رگی هر میسیت مجرای ریسک، بحر ابنای بشر شاد آمدی. در لبی هر غنچه آوردی پیام، از سخاوت از ثمر شاد آمدی. در کنارت میبرد انسان به سر، یک دمی به درد سر شاد آمدی. ای بیا گل گفته و گل بشمریم، گل به دامان گل به سر شاد آمدی. وطن در سینه‌ام با این بزرگی به مانند دل معوا گرفته است که گویا چون رگ خون از دل من به صحرا راه نو دریا گرفته است. наврӯз пайвандгари насли имрӯз бо расму оин, арзишҳои эстетикӣ, меҳру садоқат ва анъанаҳои ниёгон мебошад. вобаста ба ин мавзӯъ дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 9 ноҳияи ховалинг омӯзгори синфҳои ибтидоӣ Соҷида Яъқубова баҳри маълумоти ҳамаҷониба бардоштани шогирдонаш дарси кушоде доир намуд, ки дар он ба шогирдонаш аз зарурати ҳифзи ҷашни Наврӯз, ки аз қаламрави Тоҷикистон берун рафта ба як ҷашни байналмилалӣ табдил ёфтааст, ва аз гиромидошти маросиму суннатҳои он маълумот дода. инчунин таъкид дошт, ки яке аз омилҳои хоси наврӯзӣ ин оростани дастурхони ҳафтсин ва ҳафтшин мебошад. шогирдони ин омӯзгор аз рамзҳои хони наврӯзӣ, расму оинҳои ниёгонамон маълумотҳои зарурӣ бардошта, дар навбати худ бо шеъру таронахонӣ аз пайки нишотовари ҷашни Наврӯз шодбошӣ намуданд. ای دوست بیا رویم به صحرای دیار، شادی بکنیم با گل و با صوت هزار، گل دسته کنیم و ببریم هدیه به یار، نوروز دیار آمد نوروز دیار. نوروز نوبهار است، گل در میان خار است، غنچه دهان گشاده بلبل چه بیقرار است. نوروز نوبهاران با گل و خار مبارک، این روز شاد و خرم بر کودکان مبارک. مبارک سبزه و باران، مبارک باد نوروزی، مبارک شادی یاران، مبارک باد نوروزی. زمین گلریز و خندان شد، هوا بس نکهت‌افشان شد، زهی طفلان گلگردان، مبارک باد نوروزی. همه در لب شکر دارد، غزل کیفی دیگر دارد، سخن سنج و سخندانان، مبارک باد نوروزی. بشد روشن چراغ گل، بزد چه چه به باغ گل، سرا ای بلبل خوشخوان، مبارک باد نوروزی. دهد هر دانه گندم خبر از سیری مردم، برای کار ای دهقان، مبارک باد نوروزی. بگو بر شاه و بر درویش، بگو بر شیخ خیراندیش، بگو ای جان به هر انسان، مبارک باد نوروزی. آغوش پر از یاسمن، خوش آمدی نوروزی من، آراسته باغ و چمن، خوش آمدی نوروزی من. مهری جوانی میزنی اندر ضمیر قلب ها، با اشوه ها به یک سخن، خوش آمدی نوروزی من. аз омадани Наврӯз пеш аз ҳама бачагон бо иҷрои маросими шодии гулгардонӣ ба дигарон хабар медиҳанд. онҳо 1-2 ҳафта қабл аз Наврӯз гурӯҳ шуда ба кӯҳу пуштаҳо рафта гулҳои баҳорӣ, сиёҳгӯш ва гули зардакро чида ба деҳа меоранд ва хона ба хона гашта ба мардум шеъру сурудхонон муждаи омадани Наврӯзро мерасонанд. соҳибхонаҳо гулҳоро бӯй кашидаву ба чашм мемоланд ва ба бачаҳо кулчаю қанду мавиз ва дар баъзе ҷойҳо гандуму нахӯд ҳам медиҳанд. гулгардонем, ҷура гулгардонем, дар хонаи дӯсти худ мо меҳмонем. ای دوست بیا رویم گلگردانی، تو رسم نکوی تاجیکان دانی، گل و پیک محبت بر دیده بدان.
تا سال دیگر جوان و زیبا مونی. خاله جان، خاله جان، بیا خاله گل آوردیم. نوروز مبارک خاله. نوروزا بنا بهار کی میبینمی گلها را به شش قطار کی میبینمی گلها را به شش قطار در فصلی بهاری ای دنیا را به یک قرار کی میبینمی ای دنیا را به یک قرار کی میبینمی. جشن نوروز خوجستپی در ناحیه خاولینگ نیز با رسم و آیین‌های ملی و عنعنه‌های خاصی نیاگانمان پیشواز گرفته می شود. ساکنان شهرک و جماعت و ده و محل‌های این موضع با شیوه گذشتگان خود هنرهای مردمیشان را احیا نموده طعام‌های ملی از قبیل آش بریده که آن را میده هم نام میبرند، آش توپه، دلده، سومنک، شکراب و قروتاب، سمبوسه و دیگر خوراک‌ها را از علف و گیاها آماده می‌نمایند. ما هر سال می بهار که سر می شود زنای همی خانشین جمع میشیم در یک خانه و بعد در یک تمان سمنک میمانیم، یک تمان دیگی دلده، یک تمان تله توپه تیار میکنیم و همه کسا میشینیم همروی هم همسایه و خطی جمع گیر میشیم تیار میکنیم در یک طبق میورداریم همه کسا سر جمع گلکار الهی زنها الهی میشینیم و بازم بازی میکنیم هر سال همی جشنه به صبرانه انتظار همی جشنه ما هم میکنیم تیار میکنیم گلکا خطی میشینیم فرزندا خطی اهل اوله خطی همسایه خطی میشینیم بازم بازی میکنیم خرسندی میکنیم پیشواز میگیریم. تیار کردنش خیلی اگر مثال خیلی در همه خانه اردی سفید هست پیشترهای اردی سفید نبود مامامونمی هلک میده قطی میبیختن ارد هلک میده قطی گلی ارد میگفتیم اردی گندمی را گلی اردش میگرفتن با یک تخم یا دو تخم میانداختن که همو با قوت بیایه و بعد همی را زوله میگرفتن میدوختن زوله را یک نیم ساعت دم موندن بعد تنگ میکردن. خیلی پیشترها یا خیلی مثال آدمای کسلمند بود تله میده را نمیکردن یک زبالش عدل نمیدوختن تله توپه میانداختن با آدم کسلمند تاجیکای ما میگفتن که یا تله بریده خنک و تله توپه گرم اکو تله توپه را گرم میکردن کسلی را میدادن و تله میده را میبریدن میورداشتن میخوردن. کدبانهای خاولینگ بیشتر تله میده آماده میکنند که معمولا آن را آش بریده نام میبرند. ما اینمی پرومو ملی توجیکی را اینا تیار کردگیم این عقدی موندگی ای بابا بی ما موندگی ای ما هم ما یاد گرفتگی میکنیم نون گرم میپزیم فطیر میکنیم شکرو میکنیم و تله میکنیم
شیرکدو میکنیم این همی تعامای ملی تاجیکی را تیار میکنیم نوروز آدمو. پیشترا اینکه ما زکام میشیدیم مامون میگفتن و چامون که دویده یک زوله بگیرینش میگفتن سیر قطعه سیر چی اشتیاده میوره یا تله چی شفا بخششم یکی اشتیاده میوره بهار همی است که مثال همی بهار میشود بهار کی انتظار نیست همه انتظاره کلون میده خورد کلون همه خیلی میبرورن خونه میبرورن بعد با نخل خیلی زمستان در خونه براری کم مثال افتو نمیتوه چیده دیگه میبرورن خونه و در همه را توزه میکنن آزوده میکنن خروکو همه مثال سبزوات چیزی در کار خیلی قشلوقی ماده مثال بهار که شوه بسیار ترگی سبزوات که کاریم میکنیم ای زمین میروی علفای شفا بخش مثال استفاده میبریم یوره برای همین که خیلی همه انتظاره کی انتظار نیست بهاره همه خرد کلان خرسند میشونیده. مردم ناحیه خوالینگ در روزهای زیبای بهار خانه و حولی خود را آراسته و زیبا نموده در یک جایگی انواع و خوردنی‌های خوشمزه و ایدانه برای خویش و تباران حق و همسایه و یار و دوستان آماده می‌نمایند. همزمان با شعر و بسله‌گویی و روایت و قصه‌های نوروزی از روزگار گذشته و پیشینیان خود به نسل نورس و جوانان معلومات‌ها پیشنهاد می‌نمایند. عید نوروز همه عید میکرد. عید نوروز میشید خونه را میبروردیم توزه میکردیم سفید میکردیم هر خروکای ملی تاجیکی را میپختیم قطعی گونه ها قطعی همسایه ها میشیشتیم بعض بازی میکردیم میخوردیم خرسندی میکردیم این حاضر هم امروز همه همی اومدگی که به همین حولی اومدگی هم برای تماشا و برای همین عید نوروز قید کردن هر روزشون نوروز بود نوروزشون فیروز بود. در آمد نوروز ما دختران که دهه‌مان در کنار کوهستان جایگیر است از همه زیبایی های دیار باستانی خوالینگ به وجد آمده پیش از همه سومنک میمونیم چون که ما میراثبران عنعنه و سنت های قدیمه نیوگان خود هستیم و کوشش می نماییم که این رو به نسل نورس آموزانیم و در خانه نوروزی همون هفسین و هفشین رو نیز جای میکنیم با امیدی که این عنعنه های نیوگان سالهای آینده و دیر باز باقی مانند. یکی از سنت‌های قدیمی مردم تاجیک در عید نوروزی آراستن دسترخوان هفسین و هشتین می باشد که در اینجا ما شیرکدو، شیر برنج، شیر، شربت، شکراب داریم که دسترخوان ایدانه ما را زیب و زینت می بخشد. یکی از جشن‌های قدیم‌ترین تاجیک این عید نوروزی می باشد که ما همگان بی‌صبرانه انتظار می شویم. وقتی که فرا می رسد ما دختران جمع آمده دسترخوان ملی خود را می اندازیم. وقتی که ما دسترخوان را می اندازیم و نام وی را هفسین می نامیم. وقتی که هفسین گفتیم در وی خوراک‌های ملی یعنی سومنک، سبزه، سمبوسه، سینجیک و دیگر نوعها می باشند.
در روزهای تجلیل جشن نوروز یکی از عنعنه‌های قدیمی این سومنک پزی است. سومنک را زنان و بانوان تاجیک از سبزه و شیره گندم آماده می‌نمایند. سومنک وابسته به محل و موقع زیست از جانب بانوان با نو و طرزهای گوناگون پخته می‌شود. هست سومنک دیگی، آتالگی، کلچگی و حلوایی. سومنکی که بانوان ناحیه خاولینگ آماده نموده ایستادند، 7 عدد سنگچه و 4 مغز پرتافتن در تگی دیگی سومنک و گردی آتش آن شعر و سرودخوانی رمز خوشحالی و پرفیض و برکت گشتن سال را دارد. سومنک تیار کردنش اول ما گندم میشوییم، توزه میکنیم، در چی تر میکنیم، یک جوگه در تر میکنیم، یک روز تر میکنیم که امو کم ترک ملیم شوه، بعد تنق میکنیم، او را نیش میزنه، او را با چند روز نگاه میکنیم که همین به سومنک مانی تیار شود. بعد تیار کشید ما او را میگیریم، میچکیم، در اورک میچکیم، با هیلک خطی میپولونیم، با اور خطی میکنیم، میشوریم، در دیگ میاندازیم، بعد میکوبیم. هر سال در قشلو خدمون بین یمی همسایه دیگای شکادو میکنیم، اینا سومنک میمونیم، دلده میکنیم، اوتاله بریده میکنیم، همه همی چیزو را میکنیم در صحنی خود مکتبه خود در یکون جای همی انتخاب میکنیم که همه گودک سنگ هم تری چیزو اشتراک کنن میکنن، همینجا با وزن بازی میکنن، خرسندی میکنن، در موجو رقص بازی میکنن، به حد همی چیزو می نداریم که خیلی همی چیزو احیار شده است. واقعا هم صنعت و هنری طعام‌پزی بازگو کننده سطح فرهنگ ملی است. بدین سبب در جشن‌های باشکوه رسمی انواع گوناگون طعام‌ها به معرض تماشا گذاشته می شود. سومنک ای قدیم اومده گه چیزو ای قدیمن. سومنک خیلی چیزی همی پیشی خودتو یکی مثال همی آدمای همی پیش آدمای کلانو بابا ماما و چهومون میکردن همی چیزو را خیلی ایمو مام تو یاد گرفته که توی نهینه با فرزندو را نشان داده که با میکنن که همی چیزی بخور مثال همی گم نشوه ای بین نروه. همی سومنک در گردی دیگ همی کمپیروی خشرو کمپیروی چی امو چیوش نمیگفتن، ام دیگه میگفتن، خرسندی میکردن، رقص بازی میکردن که بهار آمد، پیشوازگیری بهار. سمزه رمزی آمدن بهار است. آنها در روز عید سومنک می تیار میکنند و دختران گل دختران دیار خاولینگ با تنتنا با زمزمه اونا سرود میخوانند، میرقصند و جشن بهار و استقبال بهار را با تنتنا پیشواز میگیرند. نوروز به نوبهار کی میبینم؟ گلها را به 6 قطار کی میبینم؟ گلها را به 6 قطار در فصل بهار، دنیا را به یک قرار کی میبینم؟ ما آرزو داریم که همین تاجیکستان ما دایم تنج باشه، آزاد باشن، مادرها دیگه هیچ وقت آب چشمشون نریزه، بچه‌ها و دخترها را همش به مراد مقصدشون برسونه. ما را هم خداوند بزرگ با تا نوروز دیگه نگه بداره. نوروزی عجم آمد، فرخونده و فرخونده، پیشا که قدر بینم ای یار گل چیده. نوروزی عجم آمد، فرخونده و فرخونده، پیش آی قدر بینم ای یار گل چیده.
در ناحیه خوالینگ برای زنان و دختران مرکز آموزشی هنرهای مردمی عمل می‌کند که در آن بانوان هنرهای مردمی به مثل نقش‌دوزی، قلمکشی، قراق‌دوزی، چکندوزی، جامه‌دوزی و این چنین ارمغان‌های گلدوزی شده را از خود می‌کنند. طول چند سال می شود که در مرکز هنرهای مردمی ناحیه خوالینگ همچون مربی بگیم هنرمند شده کار میکنم. من در طول فعالیت کاریم بسیار بانوان جوان، دختران جوان را از این هنر برخوردار کردم. مخصوصا در سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی در ناحیه ما بسیار جوان دختران از این هنرهایی که قریب که از بین رفته بودند یعنی با خبر گشتند. در آمد فصل بهار، مخصوصا نوروز عالم افروز، گل دختران ما با یک توجه زیاد، با یک خرسندی بی نهایت به پایان آنها آمادگی گرفته ایستادند که لباسهای چکن خود را، لباسهای گلدوزی خود را برای فصل نوروز آماده سازند و آنها را در روز نوروز لباسهای خود را بر تن پوشیده به سیر و گشت صحرا برآیند. به همگان معلوم است که این هنر چکندوزی از قدیم الایام از مادر به دختر و این چنین از هنرمندان یعنی به شاگردان میراث میماند و در آینده نیز ما کوشش میکنیم که باز جوانان رو از این هنر برخوردار نماییم تا که آنها این هنر را چکندوزی را با نسل آینده خود باز میراث گذارند و این هنر از بین ما یعنی بانوان تاجیک فراموش نشود، یعنی از بین نرود. در واقع هنر در همه دور و زمان همه چیز بود، هم تاریخ و هم استعداد. با عباره دیگر گنج و زر در پیش هنر چیزی نیست و آن را با یگان ثروت خریدن ناممکن است. باعث افتخار است که مادر تاجیک از ازل هنرمند بود. این است که بیشتر خانه‌های تاجیکی با هنر گلدوزی و چکندوزی آرا یافته شده است. در برابر چکندوزی ما از این چکن بسیار چیزها را از خود نموده ایم که ارمغان‌های گلدوزی در سال رشد دهات و سیاحی هنرهای مردمی ما ارمغان‌های گلدوزی بیشتر تیار نمودیم که به مانند چای خلطه ها، سونکچه های یعنی بر خلطه های گوناگون، سونکچه ها، چای نکپوشک ها، چادرچه ها، بالشچه ها که سیاحان که به ناحیه ما میآیند در اینجا یعنی مغازه های زمانوی بنا یافتند که از آنها یعنی خریداری نموده به وطن خودشان با یک خشنودی برمیگردند. در آینده با ما کوشش میکنیم که این هنر را چقدر صیقل دهیم تا که به گذشتگان ما باز میراث مانند. من در برابر یعنی هنرمند بودنم باز در مکتب آموزگار هستم، یعنی معلم تاریخ حقوق شده کار میکنم و این دختران هر روز وا میخورم و درباره فعالیت هنرآموزی مرکز و دختران معلومات میتم. ما یک فعالیت ما است این چکن یعنی احیا کردن هنرهای مردمی چکندوزی که ما از سال 2004 با بانوان ناحیه و این کار مشغول هستیم. باز در برابر این دیگر هنرها هستند که ما در ناحیه و دختران جوان یعنی بگیم که فهماندهی میگذرونیم و دختران رو به واسطه فهماندهی ها به این مرکز جلب میکنیم.
چکن یک خودش رمزی بهار است که در چکن تمامی آرزوهای نیک مادران تاجیک تجسم می شوند که آنها در چکن مثال کوسه یا که ماه میگن، ستاره میگن، کنگوره میگن، همه همیو را مادران تاجیک نامگذاری کرده اند. یا یکم انسیکلوپدیا نگرفتن، از یکم چیز دیگه اینو را نبردن، خودشون اینو را نام گذاشتن. یا که رنگگذاری همین چکنه مادران تاجیک خودشون مثال رنگ میمونن یا که میگن نسخه برداری میکنیم. اینها یک بگیم که با یک آرزوی آمال نیک مادرها اینها را با فرزندان خود انعام میکنن. مثال مادر تاجیک برای دخترش کفتای چکن میدوزد یا که تاقی چکن میدوزد. همه اینها با یک آرزوهای نیک در دلش مادر نیتی نیک میکند، آرزوی نیک میکند و او چکن ها رو بگیم که احیا میکند، او چکن ها رو بنیاد میکند. نوروز به نوبهار کی میبینم، گلها را به 6 قطار کی میبینم، گلها را به 6 قطار در فصل بهار، دنیا را به یک قرار کی میبینم. نوروز دیار آمد، پیغام بهار آمد، در موسم کار آمد، نوروز مبارک باد. نوروز شد و جمله جهان گشت معطر، از بوی خوش لاله و ریحان و صنوبر. بهار آمد، صدای بلبل آمد، نسیم فورم و بوی گل آمد، لباس سبز را صحرا به بر کرد، کلاه سبسفید آلو به سر کرد. روز نوروز است و عالم ها گلستان می شود، 100 هزاران غنچه سربسته خندان می شود، طوطیان و عندلیبان در قفس ها مانده‌اند، کودکان چون غنچه های باز خندان می شوند. باز اندر آغوش گرم زمین، سبزه نورسته سر بالا نماد، باز خورشید درخشان سحر، از بر کوه و کمر جلوه نماد. بر تمام مردم روی جهان عید نوروزی مبارک دوستان. تا لب تر و خون در لب و گرمی است بدن را، تا بس نکند دل حرکت میشه زدن را، تا لب تر و خون در لب و گرمی است بدن را، تا بس نکند دل حرکت میشه زدن را، از قوه به بازوست خم و راز شدن را، از قوه به بازوست خم و راز شدن را، از کف ندی هم دامنی مقصودی وطن را، از کف ندی هم دامنی مقصودی وطن را. این از به مادر و وطن رازی دل من، این از به مادر و وطن رازی دل من، بگذار جهان بشنود آوازی دل من، بگذار جهان بشنود آوازی دل من، بگذار جهان بشنود آوازی دل من. همه ساله با فرا رسیدن فصل بهار، ملت تاجیک چون انانه برای در سطح بلند تجلیل نمودن نوروز عجم، چاره‌بینی‌های گوناگون ورزشی را دایر می‌گردانند. در بیشتری حالت چاره‌بینی‌های ورزشی با جمع مردم در میدانچه‌های ورزشی و یا کنار رودها گذرانیده می‌شود. نمودهای ورزشی دستخوابانی، بندکشی، ششکه و شاهمات بازی، گشتین ملی، والیبال و فوتبال خرد و کلان بازی‌های سنتی ورزشی است که یک بخش جشن نوروز را تشکیل می‌دهد. و این گونه چاره‌بینی‌های ورزشی با مقصد ترغیب و تشویق طرز حیاتی سالم از جانب شعبه کار با جوانان و ورزش ناحیه خوالینگ منتظم دایر می‌گردد. از همه مسابقه معمول‌ترین جشن نوروزی این گشتینگیری است. برای آماده شدن و اشتراک کردن در میدان‌های کلان بزم‌های نوروزی، نورسان و جوانان ناحیه خوالینگ بین خود مسابقه گشتین می‌آورند. سنجیدن نیرو و توانمندی و موفقیت و دست بالا شدن به حریف خود سبقت آنها را جالب و دیدنی و پرشوق و شور می‌گرداند.
یکی از بازی‌های دیگری ورزشی بندکشی است که آن نه تنها در جشن نوروز بلکه در دیگر عید و معرکه‌های مردمی برپا می‌شود. مسابقه بندکشی در میدانچه هموار تشکیل شده، اشتراکچیانش از دو طرف خط در میدان جایگیر می‌شوند. کدام دسته‌ای که حریفان را از خط گذراند، غالب دانسته می‌شود. کرتچکنا فقط زیبایی منی، در عالم گلرخان تو یکتای منی، با قامت چون سر با آن روی چما استاره روشنی و دنیای منی. کرتچکنا و پیش من خاموش بیا، دل ربا و خندان لب خاموش بیا، در باغ تو را من انتظاری دارم، دستمانه به دست حلقه بر گوش بیا.
سرود اله صدای نوازشی است که مادر هنگام خوابانیدن کودک می‌خواند. توسط سرودن اله مادر مهر و محبت، تمنا و آرزوهای خویش را نسبت به فرزند بیان می‌سازد. طوری که بانوان ناحیه خوالینگ ابراز می‌دارند، اله نه تنها طفل را آرامی می‌بخشد و ذهنش را رشد می‌دهد، بلکه عصبی خود مادر را نیز آرام می‌گرداند. هر قدر که مادر اله را با مهر و محبت و نوازش می‌گوید، طفل همان قدر مهربان و آرام کلان می‌شود. در خواب شیرین بچه من میخندده، لبخنده او به چشم روش زبنده، هرگه که نظر کنم به گوهره او یاری، خوشروگی گوهره به حوز بنده، علت میگم علما، علت میگم بچما، علت میگم دختری جانم علیا، 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 خوابه خوابه طفلک خوش رویکی من، مهتاب شبای بچه خوش رویکی من، های من صدقه شوم ده چشم و ابروی سیاش یاری، شاید که کلان شود رود سویکی من، علت میگم علما، علت میگم بچما، علت میگم دختری جانم علیا، 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 علیا. بهار آمد، صدای بلبل آمد، نسیم فارم و بوی گل آمد، لباسی سبز را صحرا ببر کرد، کلاهی سبسفید آلو بسر کرد. پس از باریدن باران نیسان چه زیبایند دشت و کوهساران. بهار آمد، چمن گل پوش آمد، دل گل بختران در جوش آمد. دویدند و به سوی باغ رفتند، همه مانند گل بالیده گفتند، درخت نو به باغ نو شنانیم، درخت زیب و شفتالو شنانیم. بهار آمد، صدای بلبل آمد، نسیمی فارم و بوی گل آمد، لباسی سبز را صحرا ببر کرد، کلاهی سبسفید آلو بسر. نوروز با همه رسم و آیین و سنت‌های ملی بخش از میراث فرهنگی نیاگان ما است که تجلیل این جشن دلافروز امید و آرزوهای نوین، همدلی و سرجمی مردم را در خانه کوچه، دهه، جماعت و مکتب، مؤسسه و شهر و ناحیه‌ها به میان می‌آورد. مردم سربلند ناحیه خوالینگ در روند احیا و تجلیل عنعنه‌های جشن نوروزی، سازندگی و آبادکاری، انسان دوستی و آزاداندیشی، شکرگزاری نمودن از طبیعت زیبای دیار خویش و تنجی و آسودگی کشور عزیز را دوام رسالت تاریخی خویش قرار دادند.